خلاف نظر برخی که معتقدند عشق با ازدواج رنگ می‌بازد، با عشق ادامه داد و با عشق به پایان برد. آنگونه که شاملوی عزیز و آیدای گرامی بودند و بانو آیدا همچنان هست، میتوان نتیجه گرفت انتشار آنها کار درستی بوده است. شاملو این دلبستگی را در راستای اندیشه‌های متعالی که در سر دارد می‌داند، آنچنان که خود در یکی از این نامه‌ها می‌گوید: تو طلوع کردی و عشق باز آمد، شعر شکوفه کرد و کبوتر شادی بال زنان بازگشت، تنهایی و خستگی بر خاک ریخت، من با توام، و آینه‌های خالی از تصویرهای مهر و امید سرشار می‌شوند. از خانم آیدا شنیدم که چند نامه هم آقای شاملو برای ایشان نوشته و به کسانی سپرده بود تا به مقصد